سلام دوست من، امیدوارم که حالت خوب باشه. من عالی، درجه یک. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. امروز اومدیم که با هم دیگه آموزش یه اوتمیل رژیمی داشته باشیم که هم میتونی به عنوان صبحانه ازش استفاده کنی، هم وعده بعد از تمرینت. بریم ببینیم چی لازم داریم. جو 2 سرپرک، زنجبیل، دانه چیا، تخم کتان، پودر سنجد، دارچین، گل محمدی و ترکیب 3 مدل شیر که من برای اوتمیل خودم استفاده میکنم: شیر پروتئینی، شیر نارگیل و شیر کمچپ. بریم آمادهش کنیم. احتیاج داریم به 1 لیوان شیر، 2 قاشق جو 2 سرپرک، زنجبیل، دانه چیا، تخم کتان، پودر سنجد، دارچین و گل محمدی. برای پخت. خب دوست من، اوتمیل رژیمی ما آماده است. بچه ها، اوتمیل رو زمانی که به یه بافتی مثل فرنی رسید از روی حرارت بردارین، یا اگر بافت غلیظ‌تر دوست دارین بذارین 2-3 دقیقه بیشتر روی گاز بمونه. و برای گارنیشش میتونین از موز، بلوبری و توت فرنگی استفاده کنین، گردو، مویز، بادوم درختی و کنجد، هر چیزی که خودتون دوست دارین. و برای این که بخوایم حالا یه چیزی هم روش داشته باشیم، میتونیم از کره بادوم زمینی یا عسل استفاده کنیم. بریم هم تستش کنیم. مزه بهشت میده. نوش جان.